السلام علیکم و رحمت الله. این صحابه را که امروز آیده صحبت میکنیم، خدیجه رضی الله عنها بعد از همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم شدن به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تحفه میکند. پدرش میگوید من برای فرزندم میگریستم، زیرا نمیدانستم که وی در کجاست و چه حال دارد. من گمان میکردم که شاید عمری من همین طور به آخر میرسد و من فرزند خود را دوباره نخواهم دید. تصور کنید حالتی پدری را که در این حالت افتاده است، در حالتی که نمیداند فرزندش در کجاست، نمیداند زنده است یا مرده، نمیداند که خرسند است و یا اینکه در رنج و عذاب. وقتی که فرزند یگان نفر وفات کرد، با گذشت وقت آدم باز آرام می شود، زیرا میداند که فرزندش وفات کرد. لیکن وقتی که هیچ خبری از او نیست، این درد سختی است برای والدان. لیکن هر کار به خیر است، زیرا خداوند برای بندگانش تنها نیکی میخواهد. ما حضور خواهیم دید که چه خوبی و رحمت پروردگار در اسیر افتادن این صحابه پر از نور بود. زید ابن حارثه ابن شراحیل رضی الله عنه این گونه نام داشت این صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. زمان یک گروه آدمان از اهالی آن مکان که زید رضی الله عنه به دنیا آمده بود به مکه آمدند. زید ابن حارثه و آن گروه آدمان همدیگر را شناختند. زید رضی الله عنه از آنها خواهش کرد تا شعری را به خانواده‌اش از نام او رسانند. وی به آنها گفت که حالش خوب است و نزد کعبه، خانه خدا که مردم برای حج آنجا می آیند، آنجا زندگی دارد. آنها آمدند و به پدری وی واقعه را نقل کردند. پدرش گفت که زید، شما حقیقتا او را دیدید؟ وی زنده است؟ آنها گفتند بله، این زید بود. بعد حارثه پدر زید رضی الله عنه همراهی کعب عمک زید رضی الله عنه به مکه روانه شد تا اینکه فرزند خود را خرد و از غلامی آزاد نماید. آنها به مکه آمدند و از مردم پرسان شدند که محمد در کجاست. با آنها گفتند که وی در مسجد نزد کعبه است. آنها نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدند و به ایشان گفتند شما در مکه نزد کعبه زندگی دارید و غلامان زیاد را خریداری کرده آنها را آزاد میکنید. ما از برای فرزند خود آمده ایم، پس خریداری او را برای ما سبک گردان. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتند که کی است فرزند شما؟ آنها گفتند زید ابن حارثه. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که میخواهید که من به شما پیشنهادی باز هم خوبتری کنم؟ آنها گفتند بله. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که بگذار زید بین من و بین شما خود یکی را انتخاب کنه. اگر وی شما را انتخاب کرد، پس وی به یگان مزد آزاد است و میتواند همراه شما برود. لیکن اگر وی مرا انتخاب نماید، من بر ضد خواهش او نخواهم برآمد. آنها گفتند که این خیلی خوب است. اگر این گونه باشد، زید البته حتما ما را انتخاب خواهد کرد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زید را فریاد کردند و گفتند که تو این آدمان را میشناسی؟ گفت بله، این پدر و دیگری عمک من است. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتند تو در خانه من زندگی کردی و مرا خوب میشناسی. اگر خواهی
می توانی انتخاب کنی. اگر می خواهی با اونها بروی پس برو، تو آزاد هستی، و اگر خواهی همراهی من مون. زید ابن حارثه رضی الله عنه گفت من کسی را غیر از تو انتخاب نخواهم کرد. بعد پدر زید رضی الله عنه گفت وای بر تو این نفر و غلام بودن را بر عوض آزادی پدرت و اولاد و خویش و اقربایت انتخاب کردی؟ زید رضی الله عنه گفت این نفر برای من چیزی داده است. وای برایم هم پدر است و هم عمک، و این هم البته پیش از اسلام به وقوع آمده بود. چگونه معامله و رفتار داشت محمد صلی الله علیه و سلم که غلامی او بر عوض آزادی و به نزد والدانش برگشتن با او بودن را انتخاب کرد. وقتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم سخنان زید رضی الله عنه را شنیدند خیلی خرسند شدند و گفتند که ای مردم، شما شاهد هستید که زید پسر من و میراثخوار من است. پدر و عمک زید رضی الله عنه این سخنها را شنیده آرام شدند و باز به خانه‌شان برگشتند. و این پیش از آمدن اسلام بود، یعنی آن دم حالا اسلام نبود. وقتی که اسلام آمد خداوند سخنان خود که آنجا می‌فرماید تا فرزندان یتیم را که زیر سرپرستی دیگران مانده‌اند با نام پدران خودشان نام گیرید، این در حق آنها با عدالتانه خواهد بود. تا این دم آدمان او را زید پسر محمد میگفتند، بعد او را زید ابن حارثه گفتند، یعنی با نام پدر خودش. زید ابن حارثه رضی الله عنه همیشه رسول خدا صلی الله علیه و سلم را محافظت میکرد و همیشه نزد ایشان بود. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم نزد کعبه نماز میخواندند، علی رضی الله عنه و زید رضی الله عنه ایشان را محافظت میکردند. وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را مردم سنگسار میکردند، زید رضی الله عنه ایشان را محافظت میکرد. در بالا گفته بودیم که زیر این همه رنج و عذاب‌های زید رضی الله عنه رحمت پروردگار است. زیرا اگر وی به اسیری نمی افتاد، غلام نمی شد، کی می داند وی در چه حالت بود؟ آیا اسلام را قبول می کرد یا نه؟ زیرا وی یکی از اولین ها شده اسلام را قبول کرد و این رحمت پروردگار برای او بود. برای همین آنی که امروز مشکل داری، شاید که خودی حاضر هیچ خوبی در مشکلی تو به نظرت نرسد، لیکن بعد در آینده تو خواهی فهمید که چه خوبی زیر آن پنهان است. برای همین بگو که خدایا من صبر را پیشه میکنم و خواهش میکنم تا این مشکلی ها را برای من به خیر گردانی و مرا از آنها آزاد گردانی. زید ابن حارثه رضی الله عنه یگانه صحابه است که در قرآن کریم با نامش ذکر شده است. زید ابن حارثه رضی الله عنه نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم می آمد و از مشکلی هایی در زندگیشان پیدا شده شکایت میکرد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم او را آرام میکردند و نصیحت کرده میگفتند که صبر را پیشه کند. خداوند در سوره احزاب آیت 37 آیت این حادثه آیت را فرستاد که زید ابن حارثه آنجا با نامش ذکر شده است و ترجمه تاجیکی آیت چنین است: و یاد کن چون به شخصی که خدا بر وی انعام کرده است و تو نیز بر وی انعام کرده ای می گفتی زن خود را بر خود نگاه دار و از خدا بترس و آنچه را که خدا پدیدارنده آن است در ضمیر خویش پنهان می کردی و از مردمان می ترسیدی و خدا به آن که از وی بترسی سزاوارتر است.
پس وقتی که زید از زینب حاجت را به انجام رسانید، یعنی طلاق داد، زینب را به تو بزنی دادیم تا بر مؤمنان در نکاح کردن زنان پسرخواندگان جز از آنها حاجت را به آخر رسانند هیچ تنگی نباشد و امر خدا البته کردنی است. خدا بر وی انعام کرده است. یعنی چی؟ اینجا آن در نظر است که خداوند او را با رحمت خود در اسلام یکی از اولین ها قرار داده است و پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد با رحمت خود او را از غلامی آزاد کردند. خداوند می‌فرماید تو می‌دانستی که زید از همسرش جدا خواهد شد و تو زنی او را به همسری خواهی گرفت، لیکن تو این را در قلب خود پنهان کردی. لیکن خداوند آنچه را که تو پنهان کردی آشکار خواهد ساخت. تو از مردم ترسیدی، لیکن خداوند سزاوارتر است که تا از او بترسی. عایشه رضی الله عنها میگفتند که اگر رسول خدا صلی الله علیه و سلم آیت را از قرآن پنهان میکرده، پس همانا این آیت همین آیت میشد. زید ابن حارثه رضی الله عنه در جنگ موعد که آنجا لشکر را پیش میبرد شهید شد و دعاگو باشیم تا خداوند ما را در بهشت همراه محمد صلی الله علیه و سلم و صحابگان نورانی جمع آورد. اینجا سلسله نوبتی را نیز به انجام میرسانیم و خداوند نگهبان هر یکی شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.